بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان، مانده نباشین. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ خیرات کامل. بسیار خوشحال هستم که باز یک جلسه دیگر در خدمتتان هستم. خب وارد درس جدید میشیم. ببینین تمدن ها را پشت سر هم میخونیم. تمدن بین النهرین خواندیم، بعد تمدن مصر خواندیم، در ابتدا هم که تمدن اوستایی، ویدی و اوستایی را خوانده بودیم. نوبت میرسه بعد تمدن بعدی، تمدن فارس. درس 26 از فصل 3 تمدن فارس. ببینید در از تمدن فارس یک شاخه ای از تمدن آریان است. ما در این درس سعی میکنیم که راجع به تمدن فارس بیشتر اطلاعات پیدا کنیم. آریایی ها در ابتدا آمدن در بلخ امروزی کشور ما که در اون زمان بهش بختی میگفتن، بختی قدیم، ساکن شدن، متوطن شدن، یعنی اونجا را وطن خود انتخاب کردن. بعد ها نفوس آریایی ها زیادتر شد. وقتی نفوسشان زیاد شد، خب اینا به مهاجرت شروع کردن به طرف جنوب و به طرف غرب و به طرفهای دیگه اینا هجرت کردن. یک عده آریایی ها که هجرت کردن به طرف غرب آمدن. یک عده که به طرف غرب آمدن، قبلا هم توضیح دادیم، اصلا از ایران به عنوان یک راه استفاده کردن و وارد ترکیه شدن و همینطوری رفتن اروپا. ولی یک عدهشان وقتی در غرب آمدن، در شمال فارس که ایران امروزی باشه، اینا ساکن شدن و اونجا به زندگی شروع کردن. بعدها همین شاخه آریایی ها که آمده بودن در شمال فارس که ایران امروزی است، در شمال ایران امروزی ساکن شدن، اینا بعدها به مادها و فارس ها معروف شدن. بعد موفق شدن کم کم یک تمدن را به نام تمدن فارس پیریزی بکنن. طبیعت خوب و داشتن دریاها و داشتن دشت‌های وسیع اینا را یاری کرد تا بتونه زراعت را خوب انکشاف بده، مالداری بکنه، چون هم زمین حاصلخیز داشت، دشت‌های خوب داشت، هم دریاهای پرآب بود، هم منابع طبیعی خوب وجود داشت. اینا تونستن اینجا زراعت بکنن، مالداری بکنن و ساکن شون که این باعث شد تمدن فارس به وجود بیاید و توسط همین مادها و فارس‌ها انکشاف پیدا بکنه. مناطق معروف باستانی فارس ببینیم کدام مناطق است. مناطق معروف باستانی فارس که با چند تایش اینجا نام میبریم. سیالک یک منطقه معروف باستانی در فارس است. گوران، مارلک، جیرفت که اینا امروز در ایران امروزی قرار داره. شهر سوخته، شهر سوخته که خودش یک دنیای از ابهامات با خود دفن داره و یکی از جاهای واقعا کهن تاریخ است. خب اینا در ایران امروزی قرار داره و مناطق معروف باستانی ایشان است. بعد اهالی که در این جاها زندگی میکرده در فارس امروزی، ایران امروزی، اینها معمولا گفتیم از بلخ وارد شده بود اینجا. با اهالی همجوار خود مثل آریایی های مندیگک و همینطور موهنجودارو و هراپا که در پاکستان امروزی قرار داره، اینجا همیشه با هم در ارتباط بودن. ببینین ایلامی ها که یک شاخه از آریایی های مهاجر بود که اینجا آمده بودن، وطن گزیده بودن و تمدن را تشکیل دادن. 300 سال قبل از میلاد تمدن فارس را پیریزی کردن. کشفیات که از شهر شوش که مرکز سیاسی حکمروایی ایلامی ها بود، کشفیات که از اونجا صورت گرفته، پیشرفت بسیار زیاد مردم ایلام قدیم را در جهات مختلف مثل صنعت، هنر و ادب نشان میده. بعدها که بابلی ها و آشوری ها کم کم قدرت گرفتن، وقتی اینا به قدرت رسیدن، اینا در همزمان با اینا ایلامی ها ضعیف شده رفتن تا بالاخره در سال 645 قبل از میلاد آشوربانیپال که یکی از پادشاهان معروف آشوری بود، ایلامی ها را منطقهشان تصرف کرد و
این رقم بود که حکمروایی اعلامی ها کاملا پایان یافت. در نوشته های آشوری که به دست آمده از دو قبیله مادها و پارسها تذکر به عمل آمده. سنگ نوشته هایی که کشف شده در شمال غرب فارس. ببینین هرودیت اینطوری روایت میکنه که در اواخر قرن هشتم قبل از میلاد یک کس به اسم دیاکو قبایل مختلف ماد را، حاکمیت های کوچیک کوچیک ماد را با هم یک جا ساخت، متحد ساخت و یک سلسله قدرتمند را به نام سلسله مادها تشکیل داد. 3 پادشاه مادها معروف بوده در بین سلاطین که حکم روایی کرده. یکی از اون 3 پادشاهان معروفشون استیاق نام داشت که در زمان استیاق مادها به اوج قدرت خود رسیدن. قلمروشان بسیار توسعه پیدا کرد. بعدها خب مادها هم توسط پارس ها متوقف شد و کم کم از بین رفتن. کوروش که بنیانگذار سلسله قدرتمند هخامنشی بود، در سال 533 قبل از میلاد موفق شد مادها را کاملا از بین برداره. بعد کوروش همزمان موفق شد که شهر بابل به تصرف خود در بیاره. شهر تاریخی و کهن بابل را که در درس‌های گذشته در موردش زیاد توضیح دادیم. وقتی شهر بابل کوروش تصرف کرد، خودش پادشاه بابل اعلان کرد. به خاطر چی کار کرد؟ به خاطر که بابل بسیار یک شهر بزرگ و انکشاف یافته و معروف بود و در همون زمان شهرت جهانی خاص برخوردار بود. کوروش زمانی که بابل را تصرف کرد خودش پادشاه بابل خواند. بعد از مرگ کوروش پسرش به سلطنت رسید. پسر کوروش اسمش کمبوجیه بود. کمبوجیه وقتی به قدرت رسید به طرف غرب سرزمین خود فتوحات کرد. از جمله بزرگترین فتوحاتش تصرف مصر بود. مصر کهن را کاملا کمبوجیه به تصرف خود در آورد و به قلمرو حکومت خودشان که یک امپراتوری بزرگ به نام امپراتوری هخامنشی بود به قلمرو اینا اضافه کرد مصر. بعد قدرت‌های پشت سر هم یا پادشاهان پشت سر هم می‌آمدن و به قدرت تکیه می‌زدن. 7 شاه هخامنشی پشت سر هم اینا حکم روایی کردند در زمان امپراتوری بزرگ هخامنشی و نهایتاً در سال 335 قبل از میلاد داریوش سوم که امپراتور اون زمان سلسله هخامنشی بود از اسکندر یونانی شکست خورد و با شکست داریوش سوم سلسله امپراتوری هخامنشی منقرض شد و از بین رفت. خب فرهنگ و تمدن اینا چطوری بوده؟ فرهنگ و تمدن پارس ها. خب دینشون چی بوده؟ هنر، صنعت و معماری و همینطور تخت جمشید. یکی یکی توضیح میتیم. ببینین دین فارس ها در اون زمان در زمان خود هخامنشیان چی بوده؟ در قسمت دین از ضعف عقاید برخوردار بودند. اعتقاد قوی به یک خدای واحد نداشتند. شرک و خرافه پرستی بینشان رایج شده بود. اینها هم مثل فرعونی ها و مردم مصر که گفتیم خرافه پرستی بینشان رایج شده بود، اینها هم همینطوری ارباب الانوار پرستش میکردن، مثل زمین، آسمان، آب، آتش، ستاره و بعض حیوانات را پرستش میکردن. بخصوص با آفتاب اعتقاد خاص داشتن. چرا؟ چون وقتی که آفتاب طلوع میکرد میدید که از تمام ستاره ها و از آتش و از مهتاب و از همه کرده آفتاب نورانی تر و پررنگتر و روشنتر است. به آفتاب اعتقاد بیشتر داشتن. برای اجرای مراسمشون اونا در قدیم معبد نداشتن. مراسمش در جایگاه های خاص میرفتن انجام میدادن. مراسم مثل دعا کردنشونه، مثل قربانی هایشونه
در محلات مناسب خاص میرفتن انجام میدادن. اما کم کم بعدها اینا هم به ساختن معابد شروع کردن. معبدهای بسیار بزرگ و وسیع برای خودشان ساختن. بعد داخل معبدها مجسمه های خدایانشان درست میکردن و مگذاشتن و به او احترام میکردن و در مراسم ها ازشان استفاده میکردن. اینها هم به زنده شدن بعد از مرگ، فارس ها هم در زنده شدن بعد از مرگ ایمان داشتن و میگفتن که وقتی که انسان میمیره دوباره باز زنده میشه و به همین خاطر ظروف سفالی را با مرده هایشان دفن میکردن که وقتی مرده دوباره زنده شد بتونه از این ظروف استفاده بکنه برای خوردنش، مثلا برای نیازهای دیگهش. و در این حال به قبر مرده هایشان آب را هدایت میکردن، از کانال ها میگرفتن و قبر مرده هایشان میریختن، به خاطر از این که اعتقاد داشتن که مرده ها در این قبرها زنده میشه و نیاز به آب داره. تا اینکه زردشت ظهور کرد. وقت زردشت ظهور کرد و در فارس رسید، اینها هم دین زردشت پذیرفتن و مذهبشان شد مذهب زردشتی. هنر و صنعت و معماری تمدن فارس چگونه بودن؟ ببینید در ساختن ظروف بسیار پیشرفت کرده بودند. ساختن ظروف به مرحله انکشاف رسیده بود. ظروف فلزی می ساختن، سفالی می ساختن، بعد مجسمه می ساختن و در روی سنگ ها نقاشی می کردن. ساختن خانه بینشان رایج بود. در بلندی ها خانه هایشان معمولا می ساختن. قبلا هم گفتیم که به خاطر ازی در بلندی ها می ساختن که از بلاهای طبیعی مثل سیل و آب اینا در امان باشن. بعد خانه هایشان در بین قلعه های محکم و مستحکم می ساختن تا خاطرشان کاملا جمع باشه و دورش کلا با دیوار احاطه میکردن، دور قلعه را در کل، و داخل قلعه هر کدام برای خود خانه می ساختن. دور قلعه را کاملا با دیوارهای محکم و بلند دیوار میکردن، مانی درست میکردن و برج های بلند در داخل قلعه هایی که می ساختن، برج های بلند می ساختن تا از او برجا برای نگهبانی و همینطور دیدن و همینطور در زمان جنگ ها اگر دشمن حمله بکنه زودتر از اونجا ببینه، متوجه شه و برای دفاع از این برج ها استفاده بکنن. کار دیگه ای که میکردن ببینین، از حفر قبر شاهایشان معمولا در کوه ها صورت میگرفت. در بلندی های کوه ها برای شاهانشان قبر میکندن، قبر حفر میکردن، درست میکردن و به این باور بودن که شاهانشان همونطور که در زندگی از مقام بالا برخوردار است، در مرگ هم پادشاهانش در جاهای بلند دفن بکنن. مادها در هنر و معماری از مهارت خاص برخوردار شده بودند. بسیار خوب رشد کرده بودند، به توانایی‌های خوب رسیده بودند. مثلا قصر اعمار میکردن. از جمله کارهایی که فارس ها انجام دادن اعمار قصرها بود که یکی از معروف ترینشان تخت جمشید است که هنوز خرابه های تخت جمشید در فارس ایران امروزی باقی مانده. بعد تخت جمشید توسط هخامنشی برای اولین بار تخت جمشید توسط هخامنشی ها ساخته شد. به این معنا که قدرت خود با ساختن تخت جمشید به نمایش بگذارن. تخت جمشید بسیار یک شهر باستانی و بزرگ و از شهرهای پرآوازه جهان باستان. بعد برای اولین بار یکی از شاهان که جمشید بود ظاهراً در تخت جمشید یک قصر به خود درست کرد و بعدها کم کمی رایج شد و هر شاه بعدی که می آمد برای خود یک قصر در تخت جمشید درست میکرد و در ساخت قصر از سراسر کشور از هنرمندان و معمارانشان استفاده میکردن. وسایل و آلات که به دست آمده از جمله سکه های بسیار کشف شده، سلاح‌ها، ظروف‌های کشف شده، اینا همه بیانگر پیشرفت هنر و صنعت و معماری فارس‌های قدیم میباشه. ببینین خود تخت جمشید را جداگانه اینجا توضیح میتیم براتون. تخت جمشید
یک قصر بسیار مجلل یا قصرهای بسیار مجلل در یک محدوده بزرگ بود که هنوز هم گفتیم خرابه‌هایش باقی مانده. توسط هخامنشی‌ها ساخته شد. اولین بار داریوش یک قصر شاهی رو اونجا برای خود انتخاب کرد و برای ساختن این قصر شاهی از هنرمندان مختلف از سراسر قلمروش دعوت کرد که اینا بیاین و در ساخت این قصر کمک بکنه، هنرنمایی بکنه. بعد دیگه این رسم شد. بعد از داریوش هر پادشاهی که در امپراتوری هخامنشی به قدرت میرسید اونجا برای خود یک قصر جدید میساخت. معمولا جشن‌های نوروز را که در بین اون زمان مردم فارس رایج بود، در آریایی ها معمولا نوروز از قدیم الایام جشن میگرفتن. جشن‌های نوروز را فارس ها هم در همین تخت جمشید جشن میگرفتن. یک محل خوب برای برگزاری مراسم جشن نوروز بود و در مراسم جشن نوروز نماینده ها از سراسر قلمرواییشان دعوت می شدن و در این مراسم شرکت می کردن و با خود هدیه های گرانبها می آوردن و هدیه ها و تحفه هایشان در مراسم نوروز در تخت جمشید به امپراتور زمان هدیه می کردن. تا بالاخره وقتی که اسکندر آمد گفتیم که امپراتوری فارس را تصرف کرد. داریوش سوم شکست خورد، سلسله هخامنشیان پایان یافت و از بین رفت و تخت جمشید زمانی که اسکندر گرفت بسیار متضرر شد. یعنی اسکندر تخت جمشید را ویران کرد، خراب کرد. بعض مورخین گفتن که اصلا اسکندر زمانی که موفق شد تخت جمشید را بگیره، تخت جمشید را دستور داد اصلا آتش زدن و تخت جمشید آتش زده شد، ولی هنوز هم خرابه‌هایش در فارس ایران باقی مونده. و این گونه بود که سلسله هخامنشی‌ها هم که آخرین سلسله فارس ها و دارای یک تمدن قوی بود به نام تمدن فارس از بین رفت. عکس‌ها را نگاه کنین به تصویرها. این تصویر که می‌بینین مربوط تخت جمشید است. تخت جمشید اینطوری یک محله بوده که بازسازی کردن ایره. ببینین این بازسازی شده است. قصرهای مختلف درش وجود داشته که گفتیم هر شاه که میامده بعد از داریوش برای خود یک قصر میساختن. و این هم تخت جمشید امروزی است که خرابه هایش اینطوری باقی مانده. ببینین بعضی ستون ها باقی مانده، بعضی دروازه مانندها و طاق ها باقی مانده ولی خود قصرها و اینا دیگه توسط اسکندر و به مرور زمان از بین رفته. به سوالات درس میرسیم. دقت کنین، من سوالای درس میخونم، هر کی بلد بود جواب بگوه. سوال اول، مناطق باستانی فارس کدامند؟ نام ببرین. آفرین میرویس، بگو. مناطق باستانی فارس عبارتند از سیالک، گاران، مارلک، شهر سوخته و جیروت است. آفرین بشی، یک چک چک بکنین برش. آفرین. سوال دوم میخونم، دقت کنین. بنیانگذار حکومت هخامنشی کی بود و چه وقت حکومت هخامنشی به میان آمد؟ کی میتونه بگویه؟ آفرین، استاد شما بگوین. بنیانگذار حکومت هخامنشی کوروش کبیر بود، درست است، و بعد از ماتها به میان آمد. بعد از تصرف بابل خود را کوروش کبیر چی خواند؟ پادشاه بابل خواند. آفرین بشینید. سوال بعدی رو میخونم، دقت کنین. درباره هنر و معماری ماتها چی میدونید؟ استادش شما بگو. درباره هنر و معماری ماتها چی میدونین؟ بله، در قبرهای حفر شده شاهان ماتها وسایل فلزی و سفالی به دست آمده که بیانگر پیشرفت هنر و معماری ماتهاست. آفرین بشینید. خب میرسیم به قسمت نمونه سوالای کانکور.
نمونه سوالات کنکور میخونم، دقت کنین. سوال اول از نمونه سوالات کنکور: کدام حکمران حاکمیت مادها را از بین برد؟ این سوال مربوط به فرم 4 غزنی است. گزینه اول کوروش، گزینه دوم داریوش، گزینه سوم کمبوجیه، گزینه چهارم هیچ کدام. کدام گزینه درست است؟ با هم میبینیم. گزینه اول کوروش کبیر به حاکمیت مادها پایان بخشید. سوال بعدی از نمونه سوالات کنکور، دقت کنین. تمدن ایلام در کجا به وجود آمد؟ مربوط فرم اول جزجان است. گزینه اول بین النهرین، گزینه دوم فارس، گزینه سوم مصر، گزینه چهارم یونان. جواب صحیح کدام گزینه است؟ با هم میبینیم. گزینه دوم فارس جواب صحیح سوال است. سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور، ببینین مربوط فرم 5 بدخشان هم است و همینطور مربوط فرم اول دایکندی هم است. سوال: در حکمرانان ذیل یکی از آنها مربوط سلسله مادها است. حالا کدامش درسته؟ ببینیم. گزینه یک بخت نصر، گزینه دوم حمورابی، گزینه سوم سارگون، گزینه چهارم آستیاک. کدام گزینه درست است؟ کدامش مربوط سلسله مادها است؟ با هم میبینیم. آستیاک جواب درست سوال است. سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور مربوط فرم سوم بامیان است. بنیانگذار سلسله مادها کدام شخص بوده؟ ببینین. گزینه اول کوروش، گزینه دوم آستیاک، گزینه سوم دیاکو، گزینه چهارم هیچ کدام. کدام این گزینه ها درست است؟ با هم میبینیم. هیچ کدام. این بنیانگذار سلسله مادها هیچ کدام از اینها نبودن. سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور: سلسله مادها توسط کی از بین رفت؟ این سوال مربوط فرم اول غور است. گزینه اول هیچ کدام، گزینه دوم آشوری ها، گزینه سوم فارس ها، گزینه چهارم ایلامی ها. سلسله مادها توسط کی از بین رفت؟ کدامی گزینه ها درست است؟ با هم میبینیم. توسط فارس ها از بین رفت. خب سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور، دقت کنین. بنیانگذار سلسله مادها کدام شخص بود؟ سوال مربوط فرم دوم کابل است. گزینه اول آستیاک، گزینه دوم داریوش، گزینه سوم دیاکو، گزینه چهارم کوروش. کی میتونه بگه کدامش درست است؟ به نظر شما آفرین، ساده شو بگو. بنیانگذار سلسله مادها کدامش بود؟ از این 4 گزینه کدام است میگین؟ کوروش. شما کدام است؟ آستیاک. خب همین 2 تا کافی است. ببینیم که درست گفتین یا نه. همه جواب صحیح سوال میبینیم. دیاکو جواب هیچ کدامتون درست نبود. بنیانگذار سلسله مادها دیاکو درست است. گزینه سوم. خب به بخش کار خانگی میرسیم. دقت کنین کار خانگیتون عزیزان. درس را با دقت از روی کتاب بخونین. این بسیار مهم است که حتما درس را یک بار از روی کتاب با دقت تمام بخونین تا با درس خوب آشنا شوین. بعد راجع به تخت جمشید خودتان بیشتر تحقیق کنین. جدای از چیزایی که در کتاب خوندیم، خودتان راجع به تخت جمشید بیشتر سعی کنین تحقیق بکنین. خب تا جلسه بعد همتون به خدا میسپارم. خدا حافظتان، به امان خدا.